این روزا خیلی از ما احساس میکنیم حافظمون مثل قبل نیست، مخصوصا بعد از استرس یا شرایط سخت. ولی کی این موضوع طبیعی نیست و ممکنه نشونه یه اختلال باشه؟ بیاین راجع به آلزایمر و نشونه‌هاش با هم صحبت کنیم. آلزایمر یه بیماری مغزی پیشرونده و تخریب کننده حافظه است که باعث کاهش توانایی‌های شناختی، رفتاری و عملکردی فرد میشه. این بیماری شایع‌ترین نوع زوال عقل است و معمولاً در افراد بالای 65 سال ظاهر میشه. علائم اولیه آلزایمر فراموشی به ویژه در یادآوری اطلاعات تازه، گم کردن وسایل، تکرار سوالات، اختلال در برنامه‌ریزی یا حل مسئله، گم شدن در مکانهای آشنا، تغییر در شخصیت و رفتار، افسردگی بعضی وقتا پیش میاد، پرخاشگری یا بی‌تفاوتی. چگونه آلزایمر ایجاد میشه؟ در مغز افراد مبتلا به آلزایمر دو نوع آسیب اصلی دیده میشه. یک، پلاک‌های آمیلوئید، رسوبات پروتئینی که بین سلول‌های مغزی تجمع میشن و ارتباط بین نورون‌ها رو مختل میکنن. دو، کلاف‌های نوروفیلیلی، پروتئین‌هایی هستند که در درون سلول‌های مغزی گره خوردن و باعث اختلال در عملکرد طبیعی سلول میشوند. این آسیب‌ها باعث مرگ تدریجی سلول‌های مغز می‌شوند. حالا آیا آلزایمر درمان دارد؟ درمان قطعی نداره، ولی داروهایی وجود دارند که روند بیماری رو کند می‌کنند و علائم رو کاهش میدن. همچنین درمان‌های غیر دارویی مثل کاردرمانی، موسیقی درمانی و تمرین‌های شناختی میتونه کیفیت زندگی بیمار رو بهبود بده. حالا چطور از آلزایمر پیشگیری کنیم؟ تا حدودی میتونیم از آلزایمر پیشگیری کنیم. پیشگیری 100% ممکن نیست، اما کارهایی هستن که احتمال ابتلا رو کاهش میدن. فعالیت‌های ذهنی داشته باشن، یادگیری مدام، مطالعه، حل جدول، تغذیه سالم، مصرف آنتی اکسیدان‌ها هم میتونه اثر خوبی داشته باشه. ورزش، یوگا، پیاده روی، شنا، روابط اجتماعی فعال و گفتگو با دیگران و مشارکت در جمع‌ها، خواب کافی و با کیفیت. اگر سیگاری هستن سیگار رو ترک کنن. ما حالا چطور باید با فرد آلزایمری رفتار کنیم؟ رفتار با افراد آلزایمری نیاز به صبر، همدلی و آموزش داره. این نکات رو باید رعایت کنیم. با لحن آرام و ساده صحبت کنیم باهاشون. سوال‌ها رو کوتاه و قابل فهم براشون مطرح کنیم. به فرد احساس امنیت بدیم. مکان زندگی رو منظم و آشنا نگه داریم. روی توانایی‌های باقی مونده تمرکز کنیم، نه ناتوانی‌ها. و اینکه از بحث یا اصلاح مدام خاطرات نادرستشون خودداری کنیم.